چقدر از موانع و مشکلاتی که توی خرید استنلس استیل وجود داره که باعث میشه اون چیزی که به دستتون میرسه با اون چیزی که سفارش دادین یکی نباشه اطلاع دارید؟ اگه میخواید که راجع به این قضیه بدونید ادامه ویدیو رو با ما باشید. سلام، ندا حسینی هستم، سرپرست بخش استنلس استیل مجموعه آیرومارت. با ویدیو امروز در خدمتتون هستم. توی ورق‌هایی که به صورت پالت هست، این حالا ممکنه این مسئله یک مقدار وخیم‌تر بشه. از این بابت که مواردی بوده که ورق‌های بالایی پالت مثلا 304 بوده، همون سفارشی که مشتری داشته، ولی متاسفانه بقیه ورق‌های پالت برای مثال ورق 201 بوده. توی این موارد شما اگر از منابع جدید خرید میکنید، جایی که اول که توصیه میشه حتما با کسانی کار بکنید که دارای اعتبار کافی توی بازار هستن، کسانی که بعد از خرید هم همراه شما هستن. سعی بکنید که تا جای امکان از ورق‌ها، از تعداد زیادی از ورق‌ها نمونه بگیرید و برای مواردی هم که با کسانی که دارید کار میکنید و حالا به صورت اعتباری کار میکنید یا کسانی که دفعه اول نیست باشون کار میکنید و همکاری دارید با هم دیگه، کاری که برای مثال شرکت ما توی این قضیه انجام میده اینه که ما تمامی کالاهای استنلس استیلمون رو به شرط آنالیز میفروشیم و این رو به صورت مکتوب داخل پیش فاکتورمون قولش رو به مشتریامون میدیم، به این منظور که شما کالایی رو که از ما خریدید، اگر ما به شما کالای 316 برای مثال فروخته باشیم، شما کالا رو ببرید، حتی اگر برش داده باشید کالاتون رو به قطعات دلخواستی خودتون و اون جواب آنالیزتون چیزی غیر از اون گریدی باشه که به ما برای شما شرط کردیم، ما موظف هستیم که تمام هزینه‌های شما رو عودت بدیم، بار رو عودت بدیم و حتی هزینه آنالیز هم به مشتری برگردونیم. در نهایت میشه گفتش که متاسفانه با توجه به شرایطی که تو بازار هست که میشه سرتیفیکیت رو میشه ساخت، پلاک بار رو میشه ساخت، این موارد وجود داره، واقعا راه حل قطعی و راه حل مطمئن ترین راه حل اینه که شما با منبعی کار بکنید که دارای اعتبار کافی باشه، چه هنگام خرید چه بعد از خرید پشتیبان شما باشه، براتون شرایط رو مهیا بکنه، یا نیروی QC داشته باشه یا همراه شما بیاد و کالا رو QC بکنه و همه جوره حواسش به خرید شما باشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. توی زمینه استنلس استیل چه خرید چه مشاوره میتونید با من و همکارانم تماس بگیرید. خدا نگهدار. آیرومارت، یک کلیک تا خرید آهن.